سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بچه‌ها اومدیم داخل اولین ویدیو از حساب زیبایمون از اکانتمون رونمایی کنیم و از همین الان سریع شروع می‌کنیم و می‌ریم تو بخش ستاره. ببخشید اول شما بچه‌ها میزنیم و بعد میریم. بچه‌ها از همینجا که شروع می‌کنیم می‌بینیم یه مثل قدیمی داریم و چندان هم خوب نیست. و اینجا فانتوم می‌بینیم و دیگه ستاره لولیه، ستاره لولی. همینطور که مشاهده می‌کنیم ستاره زیادی داره. من بیشتر ستاره‌اش یادم نمیاد کجا می‌بینیم، ولی ستاره قشنگی. حتی امیدوارم که با لایک و ساب کردن باعث خوشحالی من بشه. ممنونم از شما. همینطور مشاهده میکنیم دیگه رسیدیم به بخش زنانو. باید بریم توی بخش دنس ها. دیگه بخش زنانو ما رفتیم الان اینجا دنس قدیمی میبینیم و میریم دنس های دیگه هم چک کنیم. این دنس AK مکس و میفهمیم که AK مکس داره. دنس پرچم که یکی از ایدیت های قدیمیه دیگه. همینطور که مشاهده میکنه دیگه دنس های زیادی داره و اون هم دنس های شاخ و قدیمی. من زیاد از دنس ها راضی نیستم، ولی نمیدونم شاید نظر شما دنس های خیلی خوبی باشه، چون من این اولین اکانت هم نیست. من 2 تا اکانت بالای 10 میلیون تبر شدم، اونم از ایرانی خودمون. بگذاریم بچه ها نگاه کنیم دنس های خوبی داره. میبینیم تو بخش اینجا کیچینه رو میبینیم تو بخش بگ قشنگی داره. این بگ هم هست، این بگ هم خوبه. این بگ اسپلی خوبه، این بگ هم همینطور، ولی این بگ خیلی بزرگه. وقتی پشت میذاری این بگ هم خوبه، اینم بزرگه، ولی این بگ بهتره از نظر شما. نمیدونم شاید نظر شما چیزیه. این هم جست بکاشو، این هم کیل باکساشه، این هم اسکیت خوبه. و میایم تو بخش ماشینا لامبور داره، 2 تا لامبور داره. خب بعد اینجا 4 تا ماشینی که قدرت دارن و مثلا تاپ اسپید دارن و دمیج دارن و این حرفا. بعد دیگه من از نظر خودم اینو گفتم. بچه حالا شما هم داخل کامنت نظر بدین که کدوم ماشین بهتری یا بذارم. اینجا موتور مثلا قدرتدار داره، مثل این موتور خیلی خوبه، یکی از بهترین موتورهای تیم فایر تا الان. اینم ماشیناشه که اینم وانتشه که این وانت رایگان جدیده که اومده. این وانت هم قشنگه وانت. بعد اینجا هم یه جیپ میبینیم، جیپ خیلی قشنگ. فکر کنم برای اون الیت خفاش باشه اون زمان. اینجا هم که میبینین آواتارشه، آواتار قدیمیه، مثل اینا. ولی من همینو گذاشتم. اینجا هم بنراشو میبینید، بنرهای خیلی خوبی داره، 2 تا بنر زنده داره. همینجا میبینید من همین بنر گذاشتم. اینجا هم توکناشه که دیگه این توکن هم دیگه عدی که شکل نداره، ولی الان مثلا UMP کرگردن اومده ولی من نمیتونم بگیرمش. الان مثلا توکنش برام نمیاد. نمیدونم پس UMP که اون روز UMP اومده بود، این سته از ببخشید اون روز UMP اومده بود که کام اشتباه کردیم، پس اشتباه شد. اینجا هم 90 تا ماجیک کیوب داره، خیلی خوبه. اینجا هم کارتای آف داره و میریم حالا درس قبل میریم داخل بخش گان. اینجا هم تو که میبینی انفور خوبی داره، انفور دوریت و تک دمیج. نمیدونم کدوم سیزن داد ولی انفور خوبیه، کنم انفور مرداب باشه فکر میکنم. ایکی مکس، ایکی لولی، یکی از بهترین ایکی های بازی تا به حال. اسکار تیتان یکی از بهترین اسکارهای بازیه. این هم فاماس نقاشی جلوزای خوبی داره و XM8 قدرت این روشن چهره این و همینطور که با این A94
پلاسما ایوجی اینکوباتور و فارماس خوبی نداره، کیک فیشر خوبی نداره، ولی این کیک فیشر جدیده، اینم جی سی فیشه. این ام 14 شه، ام 14 قدرت اینو گذاشتم، چهره اینو گذاشتم و همینطور که ببینید کانال مثل وود و اس وی دی و اینا قدرت های چندان خوبی هم نداره. اینجا این سطیر زامبی رو میبینیم که این فقط تو بخش زامبی قدرتش نشون میده، اینجا نشون نمیده. اما از نظر خودم همین. اینم ام 60 اینکوباتوره که من قدرت اینو گذاشتم و زیبایی این. و اینجا هم که این نمیدونم یه گان چرتی مثلا من همیشه با این میخورم، هر انمی رو برمی داره من هید میزن، نمیدونم چی. و اینجا هم یکی از بهترین یونپی بازی یونپی ساکورا رو میبینیم. و اینجا هم MP5 رو میبینیم. MP5 این در جایگاه خودش، این اصلا در جایگاه سوم بعد MP5 اینکوباتور این هست، اون قرمز بعد اون این بهترین MP5. اینم که VSS، این VSS بهترین VSS بازیه. اینم MP40 بیت من که این یکی از MP40 های محبوب منه، یکی از MP40 فیروزه‌ای. همینطور که میریم پایین 90 هم من دفعه سویچ کردم و قدرت شدیم. همینطور که میریم دبل ویکتور و اینجا هم که 3 تا M10 میبینیم. 3 تا M10 خوب بازی دیدیم که M10 M10 برسی و این M10 یادم میبینیم. این M10 خوب هایی، M10 خوب هیچ میکنم. اینجا این خیلی شاتگان خوبیه ولی من یه ساعته دارمش سوزت خون دار، ولی این شاتگان دارم خوبه، این دوریته. این و گانه بعد اینجا هم ازنوی چیزای خوبی نداره. من قدرته بیرون گذاشتم، حالا چه من ماندم و چه بیرون گذاشتم دیشه اینو نذاشتم بگذاریم. و کنم فقط همین اومده بود از سطیر دیگه، همین 4 تا اومده بود از سطیر. میگم سطیر سنای پشت یخ، ببخشیدم. خب اینم دیزرت بازی، اینم یکی از بهترین دیزرت های بازیه. جیزش هم جیزه خوبی نیست، شاید نظر شما خوب باشه. اینجا هم میرم دویل ویسکی میمونیم. اینجا هم مایکراب و آبلمو. اینجا هم این چاق اسکیموش نداریم و یخ بندود داریم. خود بندیتو نگرفتیم، یخ بندیتو گرفتیم فنجر نداشتیم. اینم یخاشه. بچه ممنونم که تا اینجا من همراهی کردین و ما کامل این حساب رو گشتیم، حسابتون رو گشتیم و بچه امیدوارم که تا موقعی که این ویدیو رو من پست میکنم با لایک و ساب کردنتون باعث خوشحالی من بشید. ممنونم که تا اینجا همراهیم کردین. خدا نگهدار.